سلام بر بکس حاشیه پلاس. من نیما هستم. اینجا کانال حاشیه پلاسته. اولین ویدیوی کانال حاشیه پلاس در مورد فوت شدن خانم زهره فکور هستش که میخوایم بدونیم آیا حواشی که امین فردین براش ایجاد کرد باعث فوت شدن این شخص شد یا دلایل دیگه ای داشته. مهم اینه که خانم زهره فکور که ایشون 43 سال داشتن و چندین سال فعالیت هنری برای تولید سریال و فیلم های سینمایی داشتن، به طور ناگهانی در شب‌های گذشته با مصرف داروهای آرامبخش که تعداد 100 تا بودن خودکشی کردند و متاسفانه زمانی که به بیمارستان رسیدن شرایطشون اونجوری نبوده که دکترها بتونن نجاتش بدن. اما حواشی که برای این خانم به وجود اومده از طرف امین فردین و داستانهای پشت پرده و حاشیه‌ای که براش ایجاد کرده، یک سری افراد میگن که مقصر ایشونه، یک سری افراد میگن ماجرای عاشقانه داشته و خیلی داستانهای دیگه که مثلا یکیش دلیل بچه دار نشدن یا مشکل بچه دار شدن خانم زهره فکور و خیلی ماجراهای پیچیده دیگه‌ای که فعلا تحقیقات پلیسی، تحقیقات دایره جنایی هنوز مشخص نکرده و آخرین پست هایی که گذاشته نشانه از ناامیدی و ترس و اینکه روحیه نامناسب این خانم بوده. حالا با اتفاقاتی که در دنیای مجازی و حواشی‌هایی که برای سلبریتی‌ها پیش میاد، باید مشخص بشه که دلیل فوت شدن این خانم چی بوده و جوابش کی میاد. لطفاً ادامه ماجراها رو با ما پیگیری بکنید. حتما اگر اتفاق تازه‌ای بیفته شما رو در جریان قرار میدیم. تا یک حاشیه دیگه، بروبکس بای.